برای چی بیزنسمن‌های سوداگری تاجیک میلیاردرهای تاجیک در تاجیکستان کار کردن نمیتونن، تجارت خودشون پیش بردن نمیتونن. برای چی همسایه که شهرنامه بستن نمیتونن، رها و محکمه تو که با همسایه دوست نباشی یا با الله قسم تو یکان کارت پیش نمیره. واقعی تو ازبکستان رحمون محکم کنه که تجارت کنه با روسیه با دیگه دولت فروختن نمیتونیم. گاز هم محکم کرده است که تو 2006 گاز بود در تاجیکستان. این کثافت این سال آمد تمام زمین قاق شد. امامانی تا این سال آمد نقصاشون مهاجرم، نقصاشون با 16 سالگی مهاجرم در همینجا. من پدر من ندیدم، مادر من ندیدم، زن ندارم. تو 25 ساله شدم من زن ندارم. برای چی زن ندارم بلم؟ من میترسم که فقط زنگیر با 2 ماه من در مسکو هم زنی من در اونجا، فرزندی من در اونجا. من فرزندی که شیرین از باید دست گریب کتی بازی کنی ما نمیبینه میرا، نمیبینه. امامانی تو میفهمی نمیبینیم، نه پدرم میبینیم، نه مادرم، نه برادر. مهری ما از هممون دور شده سه روز دو روز به مهر شدستیم. مهر یک جا کنین بیا سرجم شدیم برای وطن آباد کنیم. این خیلی نمیشه. این خیلی قدره 2 میلیون زدگوی و دهن آسانه است که 2 میلیون مهاجر داره، 8 میلیون اهالی داره. نه تاجیکستان فقط موی سفید زنک دختران مانده از کودک ها، دیگر همه جوانان در همینجا هستند. خیتایی های میز آمدن در تاجیکستان کار میوان. برای چی جوانان شهرونده تاجیکستان جای کاری افتن نمیتونن؟ چکی فرضی برای ما خونده نمیتونیم. برای همه شهرونده تاجیکستان فرضی که ما مسلمان نماز رو در وطن ما خونده نمیتونیم. ما گناهکاریم مگه؟ ما برای زندانی میکنن، لیشورا میترشن. نه یک ویدیو را تماشا کردم که در تیرامو درخت نوک گل کرده است. درخت نوک در تاجیکستان گل کرده است. این همین روز من همین سر تماشاش کردم. درخت نوک این تو چی نشانه دارد؟ این روز جوانای تاجیک ما باوری دارم که همه بیدار شده که همه همه باوری دارم که نمیخواد جوانی که جمع شده که انشالله ما باور داریم. ما میگیریم این موالی را، میریم موالی برد دف شو در کار نیستی. این قدر جوانت نظر کو ما نه پدر دیدیم، نه میری مادر دیدیم، نه میری فرزند دیدیم. همه غریبیم در اینجا خاموشیم. ما نه پدر ما دیدیم.